یه نکته درباره حجاب بگم. ما چیزی به اسم رنگ سیاه برای لباس زن که اجباراً این حجابه نداریم. رنگ سیاه برای حجاب نداریم. از کجا آمده من نمیدونم، اما اگر کسی رنگ سیاه بپوشه اشکال نداره، ولی این که حجاب فقط رنگ سیاه است. اگر کسی تو حجابش رنگ سیاه رو استفاده نکرد تحقیرش بکنید. یه چیزایی در دین جزو دین کردن و روش مانور میدن که نیست، و خیلی چیزهای دیگه. بعضی مدعیان دین طوری تعصب به خرج میدن که فکر میکنید تعصب و غیرت اینا از خدا و رسول خدا نسبت به دین بالاتره. خدا میبخشه، اینا نمیبخشن. خدا آوانتاژ میده، اینا آوانتاژ نمیدن.